سلام مجدد، صدای من داریم؟ بله همایون صاحب، صدای شما میه. خوب است، خوب است. من مطمئن شدم در لینک قبلی کسی جا نمانده باشه، بعد اینجا وصل شدم. دیگرها فکر کنم حالا همه آمدن. خب ما یک مروری از بحث گذشته داشتیم در لینک قبلی. اینجا میشه که بحث ما را ادامه بدیم. من قرار است یک اسکرین ریکارد بگیرم. شما آقای سایل میشه که اسکرین ریکارد بگیرین، چون برای جلسه های بعدی اگر کسایی که میخوان این جلسه ها را داشته باشن خوب است که از او استفاده بکنن. من ریکارد جلسه اول دارم. درست است، من رکورد گرفتیم. خیلی خوب. خب یک لحظه به من فرصت بدین. تصویر من داره؟ خب فقط خواستم چون یک تصویر در بین ویدیو ما داشته باشیم، صحبتایم را میشه شما یادداشت بکنید و در قالب سلاید یا هم یک PDF به شکل یادداشت باز همه جلسه ها که ختم شد همه‌ایش یک جا کرده در گروه براتون میفرستم. حالا فقط عکس را تو گذاشتم که بعضیاتون بسیار علاقه‌مند هاروارد هستین، از خاطر یک عکسش گذاشتم. تصویری که در اینجا شما میبینین این از هاروارد بزنس اسکول است و هاروارد بزنس اسکول فقط در دوره‌های ماستری هست. شاید بعضی از شماها علاقه‌مند باشین که این دانشگاه برید و شرایط خاص خودش را داره. خوبی های دانشگاه هارواردی است که اصلا برشان مسائل چی مهم نیست، مسائل مالی مهم نیست. مثلا شما آدم نخبه‌ای باشید میپذیرندتان و تمام مصارفتان اونا با عهده میگیرن. خب شروع میکنیم. خب در این جلسه که دومین وبینار در مورد اپلای کردن به دانشگاه های آمریکایی هست، میخوایم روی چند موضوع صحبت بکنم. موضوع اول اکسترا کریکولر که یکی از پیش نیازهای اپلای کردن به دانشگاه های آمریکایی هست و میتونه اپلیکیشن شما را بسیار قوی بسازه. موضوع دوم پلتفرمی که شما از طریقش میتونین به دانشگاه آمریکایی اپلای بکنین که مشخصا ما میخوایم در رابطه با کامنت یک مقدار به شما معلومات بدم. نکته سوم که قرار است درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که بعد از اینکه مثلا شما به یک دانشگاه اپلای کردید از طریق کامنت چه اتفاقی میفته و چه مراحل را شما باید طی بکنید. اگر بورسیه گرفتین چی میشه، اگر بورسیه نگرفتین چی میشه و چه کارهایی را باید انجام بدین. و یک سری از فرما و موضوعات هم هست که شما بعد از اینکه به یک دانشگاه قبول میشین باید اونها را تکمیل بکنید تا برین به سفر برای اینترویو آماده باشین و اینکه در اینترویو چه چیزایی نیاز هست. حالا تا هر قسمت از این صحبت ها را که تانستیم در این جلسه دربارش گپ بزنیم خوب است و اگر چیزی باقی ماند میشه که در جلسه های بعدی بهش بپردازیم. بحث اکسترا کریکولر اکتیویتی. اصلا این واژه اکسترا کریکولر از همون واژه کریکولم گرفته شده که مثلا شما وقتی مکتب میرید برای شما یک ساختار درسی یا یک ساختار یا یک تقسیم اوقات آموزشی از قبل آماده شده است. ما شما مثلا مکتب میرفتیم هر روز 6 ساعت درس میخوندیم، معلوم بود ساعت اول فیزیک داریم، ساعت دوم هنری داریم، ساعت سوم ریاضی داریم و به همین شکل. اینو میگن کریکولم. اکسترا کریکولم خب یا اکسترا کریکولر یعنی خارج از این کریکولم یا این ساختار درسی. اکتیویتیز یعنی فعالیت های خارج از ساختار درسی میشه اکسترا کریکولر. چیزی با ارزشی است برای اپلای کردن به دانشگاه های آمریکایی. ببینید
مثلا شما درس خواندید در مثلا در مکتب عایشه درانی، مثلا در مکتب سوریا، مثلا در مکتب رابعه بلخی، مثلا در لیسه حبیبیه درس خواندید. شما هر روزی که مکتب می رفتین، بخصوص در اون 4 سال آخر، صنف 9، صنف 10، صنف 11 و صنف 12، شما در کنار ازی که مثلا می رفتین و درس می خواندین و اون کریکولم درسی را انجام میدادین و محتوای درسی را یاد می گرفتین، در کنارش مثلا مکتب شما یک تیم فوتبال داشت، شما در اون تیم عضو بودید. این مثلا میتونه یک اکسترا کریکولر اکتیویتی باشه. مثلا من که در لیسه بیا درس میخوندم، ما یک تیم داشتیم به نام ISA که International Students Association بود و یک تیم از شاگردای داخل لیسه حبیبیه بود که با شاگردای مکاتب مختلف در پاکستان، هندوستان و بنگلادش ارتباط داشتن و بعضی از پروژه‌های آموزشی و اینا را با هم انجام میدادن. ما همچین یک تیم مثلا در لیسه حبیبیه داشتیم که ما سپوکمن یا فکر کنم سخنگویشان بودم. این یک اکسترا کریکولر حساب میشه. شما در تیم فوتبال مکتبتون بودین، این یک اکسترا کریکولر حساب میشه. شما مثلا در تیم بسکتبال مکتبتون بودین، این یک اکسترا کریکولر حساب میشه. مثلا در شما یک سری از سمینارها را خودتان در داخل مکتبتان دایر کردید و گردانندگیش کردید. این میشه اکسترا کریکولر اکتیویتی. خلاصه همه فعالیتایی که شما در داخل مکتب و یا خارج از مکتب انجام دادین در دوره تحصیلاتتان در مکتب، همگیش به نام اکسترا کریکولر یاد میشه. مثلا تعداد زیاد از شما در کنار از اینکه درس میخواندید میرفتین مثلا در یک کورس انگلیسی درس میدادید، در یک جای میرفتین مثلا ریاضی درس میدادید. این خودش یک اکسترا کریکولر است. یا عضو مثلا انجمن جوانان بودید، عضو مثلا فلان سازمان بودید، عضو مثلا یک تیمی بودید که اون تیم حالا هفته‌وار مثلا جمع میشدن دور هم و همون محله شما رو مثلا پاک میکردن. یا عضو یک تیمی بودین که در داخل مکتب هفته یک مرتبه کاغذها رو از روی مکتب از گوشه‌های مکتب مثلا جمع می‌کردن. همه اینا ارزش داره. ببینید همه اینا با ارزش هستند و چی بهتر که مثلا شما در دوره مکتبتون یک کار خاص انجام بدید. مثلا اگر شما کامپیوتر ساینس دوست دارین، در دوره مکتبتون مثلا یک گیم پروگرام کردین، مثلا یک وبسایت نوشتین، مثلا یک اپلیکیشن ساختین، یا مثلا یک نوشته‌های خوب داشتین، مثلا داستان‌های خوب نوشتین، در مجله مثلا مطالب مختلف نوشتین که به چاپ رسیدن، یا به همین شکل. یعنی تمام فعالیتایی که شما خارج از کریکولم درسی، حتی مراقبت از اعضای ناتوان خانواده، این هم میتونه اکسترا کریکولر باشه. مثلا میگید که من گذشته از اینکه درس میخواندم، مثلا مادر بزرگ من خیلی پیر بود و سخت به مراقبت نیاز داشت و مثلا نیاز بود که هفته 2 مرتبه ایرم من پیش فیزیوتراپیست ببرم. من این کار انجام میدادم. یا مثلا شما کسی بودید که اقتصاد خانواده خوب نبود و وضع مالی خانواده خوب نبود، شما میرفتین مثلا در کنار مکتب کار میکردین، با وضع مالی خانواده کش میکردین که همکاری کنید. همه اینا ارزش داره. یعنی هر چیزی که شما خارج از مکتب انجام بدین، همه در قالب اکسترا کریکولر حساب میشه و شما همگیش میتونین که یاد بکنین و دانشگاه به اینا ارزش میده. دانشگاه به اینا همگیش ارزش میده. چورز یا کارهای خانه بله میتونه یک اکسترا کریکولر باشه، ولی این باز بستگی به شما داره که چگونه ایده توجیه میکنید. ببینید اکسترا کریکولر ها باید خیلی معنادار باشن و شما معنای خاص داشته باشید. مثلا چورز یا کارهای خانه یک چیزی عادی است که همگی ما انجام دادیم. مثلا حالا و شما یک شخصا میخواید درباره کارهای خانه صحبت بکنید، چی اهمیت داره؟ مثلا میگفتی که ما یک خانواده بسیار مثلا کلان و ما هم مکتب میخواندم و هم فلان کارا رو مثلا در خانه میکردم. ببینید با این مسائل یا با این موضوعات شما میخواید جنبه‌های مختلف از شخصیتتان نشون بدید. مثلا شما با این مسئله میخواید نشون بدید که من شخصیت خیلی خوبی دارم و من در خانه همکاری میکنم، درست؟ یا مثلا من در
بیرون کار میکردم تا به وضع مالی خانواده کمک بکنم. این حس همکاری و یک شخصیت، یک جنبه خوب از شخصیت شما را نشان میده. اینا بحث اکسترا کریکولر است که شما اگر انجام داده باشید یا سرتیفیکیت هایی که مثلا از موضوعات مختلف گرفتید، یک رقابت بوده اشتراک کردید. مثلا شما در تیم، حالا مثلا چیزای اکسترا کریکولر با ارزش، مثلا یک تیم بایسکلرانی بوده در کابل، شما عضوش بودین، اول نمره شدید. مثلا تیم فوتبال بوده در کابل، بین مثلا کابل و دیگه ولایات، شما مثلا در تیم فوتبال بودین که تیم شما برنده شد. مثلا مسابقه دوش بوده در شهر، شما در مسابقه اول شدین. اینا همگیش ارزش داره. همه اینا، کدام اختراع، کدام چیزی از خودتان مثلا ساختین، کدام حرف نو ایجاد کردین، همه از اینا با ارزش هستن و در جمع اکسترا کریکولر حساب میشن. حالا بریم صحبت کنیم روی موضوع بعدی که بحث اپلای کردن است. شما فهمیدین که پیش نیازها برای اپلای کردن به دانشگاه‌های آمریکایی سند بین‌المللی هست، سند بین‌المللی زبان انگلیسی. میتونه TOEFL، IELTS یا دولینگو باشه. ترجیحاً TOEFL در آمریکا چیز خوبی است. گذشته از این سند بین‌المللی انگلیسی، چیزی دومی که مهم است شهادتنامه و ریز نمرات شما است که باید داشته باشین. نکته سومی که شما داشته باشین ACT یا ACT است. بله، من میفهمم که تعداد زیادی از دانشگاه‌ها میگن آپشنال است. دوست داشتی اگر ACT داری روان کو بر ما، اگر نداری مشکل نداریم. ولی یک نکته را مد نظر بگیرین که ما و شمایی که از افغانستان اپلای میکنیم و در مکاتب افغانستان درس خوندیم، داشتن ACT بسیار به ما کمک میکنه. یعنی خیلی زیاد به ما کمک میکنه و نشان میده که ما دوره مکتب ولو در افغانستان خوندیم ولی با کیفیت درس خوندیم. منی که مثلا در ACT بالای 500 نمره میگیرم، با اونم پسر آمریکایی که در آمریکا درس خونده و بالای 500 در ACT گرفته، به این معنی است که ما عین دانش را یاد داریم. همو فیصد و تناسب و مثلا معادلاتی که او یاد داره من یاد دارم. این نکته هست که شما باید مد نظر بگیرید. این نکته هست که شما باید مد نظر بگیرید وقت اپلای کردن به دانشگاه‌های آمریکایی. پلتفرمی که از طریقش یا اون نرم افزاری که از طریق شما میتونید به دانشگاه آمریکایی اپلای بکنید به نام کامن اپ. کامن اپ هم میتونن از طریق کامپیوتر مستقیم وارد وبسایت شوید و هم میشه که در گوشیتان دانلود کنید. من اینجا یک لحظه فرصت بتین وارد کروم میشم و کامن اپ سرچ میکنم. شما حداقل تصویر وبسایت اینایش رو ببینید و کامن اپ چیزی به درد بخوری است. اگرچه غیر از کامن اپ کولیشن اپ هم وجود داره، ولی من با کامن اپ کار کردم در 2 سال متواتر و کامن اپ استفادهش راحت تر است. یعنی شما میتونید راحت تر ازش استفاده بکنید. یک لحظه صبر کنید، اسکرین به شما هم شیر بکنم. خب ببینید این تصویر کامن اپ است، این وبسایت کامن اپ هست و apply to college with کامن اپ. این کامن اپ برای دانشگاه‌های آمریکایی هست. تعداد زیاد از دانشگاه‌های آمریکایی، بیش از 1000 تا دانشگاه داخل از این اپلیکیشن وجود داره و فکر کنم یک چند تا دانشگاه از یک کشور هم هست، ولی این کامن اپ مشخصا متمرکز به دانشگاه آمریکایی. خب بیاین داخل کامن اپ وبسایت بسازید، ببخشید اکانت بسازید. مثلا این قسمت ساین اینش برای کسی که قبلا اکانت داره و کنارش که شما میبینید قسمت کرییت ان اکانت جایی است که کسی که مثلا اکانت نداره میاد اینجا مثلا اکانت برای خود میسازه. در جلسات بعدی روی از اینکه چگونه اکانتش ساخته میشه صحبت خواهد کردیم. شما خواهشاً برین اکانت بسازید، برین اکانت بسازین و جایی که اگر مشکل بود میشه که در واتساپ گروپ شما سوال بپرسید. بجز کامن اپ، بله من یک دونه دیگه هم میشناسم به نام کولیشن اپ است و ما از او استفاده نکردیم، به او دلیل نمیتونم که در او را چیزی خاصی براتون بگم، ولی از کامن اپ استفاده کردیم. پلتفرمی خیلی راحت، خیلی خوب هست و یک نکته بسیار خوبی دیگه که در رابطه با کامن اپ باید بگویم اینه که وقتی شما به دانشگاه آمریکایی اپلای میکنین، قبل از اینکه اونا اسناد شما را بررسی بکنن یک مقدار پول میگیرن به نام اپلیکیشن فی که از یک دانشگاه تا دیگر دانشگاه فرق میکنن.
بین مثلا 20 25 دلار تا 100 110 دلار هم هست. 70 دلار 80 دلار 60 دلار 50 دلار 90 دلار 100 دلار هست که این فیس یا هزینه اپلای کردن است. مثلا شما وقتی اپلای میکنید اینمی هزینه رو میگیره تا اسناد شما رو بررسی کنه. حالا اینکه قبول میشین یا رد میشین او مسئله بعدی است. یعنی قبل از اینکه اون اسنادتون رو بررسی شما این مقدار پول برای هر دانشگاهی که اپلای میکنین بدید. ولی در کامن اپ یک گزینه یک قسمت وجود داره که شما میتونید درخواست فی ویویر بکنید یا معافیت از این فیس که بعد یک مقدار از شما سوال میپرسن، شما در رابطه با مسائل مالیتان میگین و کسی که در کامن اپ ادوایزر تعیین کردید او هم تایید میکنه که بله آقای فلانی یا خانم فلانی مشکل مالی داره. بعد با استفاده از اقتداری که کامن اپ بین دانشگاه ها داره شما میتونید این اپلیکیشن از این اپلیکیشن فی یا از این مثلا 50 دلار 60 دلار 70 دلار یا 80 دلار برای دانشگاه ها و این خیلی خوب است. مثلا شما حتی تا 20 تا دانشگاه را میتونید که بدون از اینکه اپلیکیشن فی بدین اپلای کنید. مثلا شما یک میانگین بگیرید، حالا مثلا میانگینش 50 دلار شما به هر دانشگاه که اپلای میکنید پرداخت کنید، حداقل شما باید 500 دلار برای 20 تا دانشگاه پیش از قبول می حالا شبین یا نشین باید بپردازید. ولی کامن اپ اینو براتون راحت میسازه و شما نیاز ندارید که یک افغانیام بزنید کریت اکانت بزنید. اگر از طریق کامپیوتر استفاده میکنید، از طریق موبایل هم اگر استفاده میکنید کریت اکانت بزنید. اصلا یک سری سوالات میپرسه و نظر به شرایط خودتان به اون سوالات پاسخ بدید. یک نکته که باید بگوید این است که فرست ایر انتخاب کنید، یعنی سال اولتون است، برای اولین بار است که میخواین به دانشگاه چون اولین گزینه‌ای که استون پرسن میکنه همین است که آیا میخواین که فرست ایر اپلای بکنین یا میخواین که ترانسفر باشه. ترانسفر به کسایی است که مثلا 2-3 سال یا کمتر یا بیشتر در یک دانشگاه دیگه درس خوندن، حالا میخواین کردیت هایشون از اون دانشگاه منتقل بسازن و به یک دانشگاه آمریکایی اپلای بکنن و در این دانشگاه مثلا اینم بود از نرم افزار یا پلتفرم کامن اپ که فقط در حد یک معرفی نامش بود. حالا خود این کامن اپ یک عالم داستان برای گفتن داره، یعنی یک عالم مسئله برای یاد گرفتن وجود داره در داخل کامن اپ. چون در داخل کامن اپ شما نیاز دارید که یک قسمتی برای کالج سرچ نام دانشگاه رو انتخاب میکنید، دانشگاهی که میپسندید شما کلیک میکنید و بعد میرید میبینید که دانشگاه از شما چی میخواید، یا مقاله هایی که اون دانشگاه از شما میخواید همگیش اونجا هست و اون قسمتی که یک گزینه هست که شما باید کلا معلومات خودتان تکمیل بکنید، باید درباره اکسترا هایتون صحبت بکنید، درباره ریز نمراتتان بگین، درباره نمره توفلتان بگین. همه خلاصه کامن اپ دریچه است که شما را به دانشگاه های آمریکایی وصل می‌سازد. این طرف شما و اون طرف دانشگاه های آمریکایی، همه چیزایی که نیاز دارین، ریکامندیشن لیترها، دانشگاه ها همه از طریق کامن اپ پیدا میشه و از طریق کامن اپ شما میتونین که اپلای کنید. حالا چی اتفاق میفته بعد از اینکه شما اپلای کردین؟ از طریق کامن اپ مثلا شما گزینه اپلای را زدین، اپلای شد و بعدش مثلا یکی 2 روز بعد دانشگاه با شما در ایمیل شخصیتون که در همون مثلا در کامن اپ هم همون ایمیل استفاده کردین، دانشگاه با او یک ایمیل میفرسته و در داخل اون ایمیل دانشگاه تایید میکنه که بله ما اپلیکیشن شما رو دریافت کردیم و براتون لینک میتونم یک از طریق لینک وارد پورتال شوید و دانشگاه در داخل وبسایت خودشان در داخل وبسایت خودشان دانشگاه ها برای شما پورتال میسازن و دیگر رابطه شما با دانشگاه از طریق اون پورتال پیش میره. در اونجا براتون میگه که چی حالا بعد از اینکه مثلا از طریق کامن اپ که دیگه چی چیزا نیاز است، اونجا براتون میگه که فلان مثلا اسناد یا فلان چیز یا پاسپورت یا مثلا فلان چیز شما بر ما بفرستید و از این طریق مثلا نمرهتون نتیجهتون که وقتی اعلان میشه که قبولتون کردن ردتون کردن همگیش از طریق اون پورتال انجام میشه. یعنی رابطه شما دیگه باز با کامن اپ قطع میشه، میریم به پورتال دانشگاه. یک نکته رو باید بگویم که خواهشاً وقتی کامن اپ میسازیم نام رسمی تان آنمو نام با نمو اسپلی که در داخل تذکره و پاسپورتتان اون استفاده بکنید و همون ایمیل آدرس رو استفاده بکنید که میخواین با اون ایمیل آدرس مثلا کارهای اکادمیک یا علمی تان انجام بدید به دانشگاه. درست از نامه‌های مستعارینات جدا خودداری بکنید چون کارتان کار رسمی است و نامی که در کامن اپ استفاده میکنید نام رسمی تان. بعد میرین مثلا
به پورتال دانشگاه. در داخل پورتال دانشگاه دیگه رابطه شما با دانشگاه داخل اون پورتال میباشه. پاسورد برای خودتون می‌نویسید. وارد ازومیشن واجب است وقتی چک لیست داده که فلان چیز مثلا ما دریافت کردیم، فلان چیز دریافت کردیم، فلان چیز دریافت شد، مثلا فلان موضوعات مثلا ما نیاز داریم که شما بر ما بفرستی یا بعد جای برای فرستادن و فرستادن داکیومنت نیاز است، یا ویدیو نیاز است. بعضی از دانشگاه از شما مثلا ویدیو میخواین، میگه اگه میخوای یک ویدیو یک دقیقه دو دقیقه درباره ریکارد ببینید مثلا اینجا وارد یا بعضیشون اینترویو هستن میخوای بگیره یا شورت لیستتون میکنه. همه رابطه شما دیگه با دانشگاه از طریق پورتال خود. بعد از اون مثلا دانشگاه حالا که اپلای وقتی میکنه، هم یک سر فصل و زمان اپلای هم یک سر فصل و زمان داره که خیلی کوتاه میخوایم بهش بپردازیم. تعداد زیادی از دانشگاه آمریکایی فصل اپلایشون گذاشت. مثلا برای این خزانه اکثر دانشگاه برای سمستر خزانی میپذیره دانشجوی بین‌المللی و برای سمستر بهاری پذیرش چندان ندارن و بورسیه چندان مثلا این نمیدن. سمستر خزانی پیش رو سال 2025 کسایی که قرار بود اپلای بکنن به دانشگاه آمریکایی باید تا اوایل جنوری 2025 باید سابمیت میکنن. حالا شمایی که فعلا شروع کردین با آمادگی، یعنی در طول سال 2025 شما باید همه موضوعاتی که روش صحبت آماده بکنین و به خزان 2026 قرار است اپلای کنین. درست؟ پیشتان یک سری چیزا را در واقع خیلی سخت نسازید. مثلا حالا پیش خود نگین که یعنی بیش از یک سال دیگه باور کنید همه چیزی که شما نیاز دارین آماده بکنین. اگر بخواین با کیفیت آماده بکنین یک سال اگر قبول شوین و اگر قبول شوین با یک دانشگاهی قبول شوین که بورسیه براتون بده و هزینه ارزان نشه و مثلا شما مثلا شما از اینمی لحظه میتونین شروع بکنین بر خود برنامه بریزین که من اگر توفل ندارم باید توفل چند بگیرم، من اگر ایسیتی ندارم چه قسم مثلا ایسیتی بگیرم باید آن بتم گارم ندارم. اگر مثلا من امکانات ایسیتی ندارم پس باید مقاله نویسی چه قسم یاد بگیرم که اون نخبه باشم، باید مقاله بنویسم که مقاله من حداقل بتونه جای ایسیتی را اینقدر خوب باشه که ادمیشن آفیسر یا اون مدیر قبولی مثلا دیگه برش مهم نباشه که فلانی مثلا چی نداره، استیتی ندارم، اینقدر مقاله شما خوب باشه. همه اینا شما باید آیسته آیسته آماده بکنین، کاملا باید دانلود کنین، شروع کنین با مثلا تا و مثلا جنوری 2026 با اون وقت ددلاین شما باید سابمیت کردن. مثلا در جنوری کسایی که سابمیت کردن این گپایی که میخوایم بزنم عمومیات هست، جزئیات و استثناها همیشه وجود داره. همین لازم صدها دانشگاه آمریکایی است که هنوز ددلاینش پوره نشده و باز از شما میتونین که بعد از اون مثلا شما وقتی که اپلای کردین با پورتال اینا 3 ماه 3 و نیم ماه زمان میبره که اونا بررسی بعد این 3 و نیم ماه اونا باز نتیجه اعلام قبل از اینکه درباره نتیجه اعلام کردن صحبت بکنم باید برای اپلای کردن به دانشگاه آمریکایی دو نوع اپلای وجود داره. یاد میشه یکی به نام رگولار دیسیژن. خب واژه‌های انگلیسیش شما خیلی خوب میفهمید. ارلی دیسیژن یعنی تصمیم رگولار دیسیژن یعنی تصمیم قاعده‌مند و نرمال. ارلی دیسیژن ها اکثرا ددلاینشان 15 نوامبر هست. 15 نوامبر مثلا 15 نوامبر 2024 بعد ارلی دیسیژن ها مثلا شما وقتی از طرف کاملا اپلای میکنید فقط یک دانشگاه را میتونید یکم داستان ارلی دیسیژن به شما وقتی شما یک دانشگاه را به حیث ارلی دیسیژن قبول میکنید چی معنیش این است که دانشگاه ایکس مثلا حالا هاروارد ارلی دیسیژن نداره، او ارلی اکشن داره، او دربارش صحبت کردم. مثلا دانشگاه دارتماوت میگه که من تو را به حیث ارلی دیسیژن خود انتخاب کردم. این به چی به این معناست که اگر تو مرا قبول کردی اونجا یک قرارداد رسمی شما امضا میکنید یک قرارداد رسمی شما امضا میکنید که شما به دانشگاه شما ارلی دیسیژن اپلای میکنید. ارلی دیسیژن به این معناست که اگر دانشگاه دارتماوت شما را قبول کرد شما مجبور و مکلف هستی که به دارتماوت حق نداری که ولو دارتماوت شما را قبول کرده
در عین حال شما حق هاروارد هم نداری شما را از قبول نگاه کنه. رسمی شما حق بری نداری از نگاه بعد رسمی دانشگاه بری هاروارد. شما بعد حق نداری. دانشگاه ارل دیسیژن هاروارد فقط به شما یک حق نداری. دانشگاه ارل اپلای دیسیژن کردن. فقط به یک و دانشگاه اپلای باز کردن. ارل دیسیژن دو هم داره. مثلا و ارل دیسیژن باز در ارل فاز دیسیژن دو نوامبر هم داره. مثلا ارل ددلاینش دیسیژن بود در شما 15 که اپلای نوامبر کردید در یک ماه ددلاینش نتیجه بود. اعلان شما که می‌کنید. اپلای تا کردید در 15 یک ماه دسامبر نتیجه اعلان میکنن. آیا تا 15 قبولت کردن یا دسامبر نکردن؟ نتیجه اعلان اگر میکنن. آیا قبولت قبولت کردن که کردن نور یا الانور نکردن؟ خیلی خوب است اگر میری قبولت کردن که و نور همون الانور دانشگاه خیلی اشتغال. خوب است اگر میری قبولت و نکردن همون دانشگاه هنوزم اشتغال. 15 روز اگر دیگه قبولت براتون نکردن اعلای جنری هنوزم فرصت 15 می‌دن روز که دیگه براتون اپلای اعلای بکنی جمهوری بعد فرصت دیگه میدن دانشگاه که ها و اپلای بکنی بعد دیگه دانشگاه ها و باز فرصت ارل دیسیژن دو دارید. باز چرا زیاد از فرصت دانشگاه ارل دیسیژن دو دارید. خلاصه این چرا زیاد از داستان یا دانشگاه این ارل دیسیژن دو دارید. بحث خلاصه ارل این دیسیژن داستان یک یا این قرارداد بحث رسمی با ارل دانشگاه دیسیژن است یک که اگر قرارداد مثلا یک رسمی با شما دانشگاه است که اگر مثلا یک شاگرد به یک دانشگاه اپلای نمی‌کنه، حالا 10 تا 20 تا فکر دانشگاه مثلا اپلای حالا که شما حالا سر قبولی به فکر دانشگاه مثلا جنگ حالا که دارید شما سر قبول به مثلا دانشگاه به جنگ این دارید دانشگاه تصمیم میگیرید که کی مثلا انتخاب به این کنید دانشگاه تصمیم فردا میگیرید کی پس رو فردا انتخاب مثلا کنید همه حالا که فردا مثلا شما پس فردا انتخاب مثلا میکنید کدام همه دانشگاه را حالا اپلای که مثلا شما بکنید انتخاب میکنید درسته کدام که دانشگاه را فعلا اپلای بازی بکنید دست دانشگاه درسته که هاست فعلا دانشگاه بازی تصمیم دست میگیره که کیا دانشگاه را هاست انتخاب که بکنه دانشگاه تصمیم بعد میگیره از اینکه کیا را نتایج انتخاب اعلان بکنه. شد بازی بعد از کلا اینکه برعکس نتایج میشه اعلان شد بازی میاد کلا گویا برعکس میشه. توپ به دست میاد گویا دانشجو توپ به میآید دست که دانشجو آلا میآید دانشجو تصمیم میگیره که که به کجا حالا بره دانشجو تصمیم مثلا میگیره که به کجا بانو بره. عزیزی اپلای مثلا کرده به 6 تا بانو دانشگاه قبول عزیزی شد اپلای کرده همگیشون به 6 بورسیه تا دادن دانشگاه قبول شد. ایناله همگیشون بورسیه بعد دادن. دانشگاه ها منتظر ایناله میشینن که بعد حالا بانو عزیزی دانشگاه کی ها منتظر انتخاب کنه میشینن بانو که حالا عزیزی بانو نمیتونه عزیزی که کی رو به هر انتخاب 6 میکنه. خب دانشگاه بانو یک جایی عزیزی بره نمیتونه که باید به یکی رو هر 6 انتخاب کنه دانشگاه و یک جایی دیگرا بره. را باید رد یکی رو انتخاب بکنه و ارل دیگرا را دیسیژن یک رد کنه. قرارداد رسمی است که ارل اگر دیسیژن یک قرارداد همون رسمی است دانشگاه که شما را اگر قبول کرد شما همون رسما دانشگاه حق شما را نداری قبول که به کرد دیگه دانشگاه شما رسما اپلای حق کنید. نداری که به دیگه این نکته دانشگاه ارل دیسیژن هست که شما اپلای باید مد نظر این بگیرید. نکته ارل دیسیژن ال است. دیسیژن شما باید هم مد نظر راوند بگیرید. اول داره هم راوند ارل دوم دیسیژن داره هم ارلی راوند اکشن که اول است داره هم تقریبا راوند مثل دوم ارل داره. دیسیژن ارلی است ولی اکشن اون که است جدیت تقریبا ارل مثل ارل دیسیژن را دیسیژن است نداره ولی و اون مشکل نداره اگر جدیت شما ارل دیسیژن را مشکل نداره و نبود مشکل نداره میتونید اگر که به دیگه شما دانشگاه اپلای کنید. مشکل کمال نبود رگولار دیسیژن میتونید که به دیگه تصمیم دانشگاه اپلای کنید. نورمال کاملا هست رگولار 100 تا دیسیژن 20 تا دانشگاه تصمیم اپلای نرمال میکنید هست بعد 10 از تا این 20 تا بعد دانشگاه مثلا اپلای آفر خود میکنید. روان کردن بعد از این و بعد قبولت مثلا کردن آفر خود روان کردن بعد و تصمیم میگیرید که قبولت حالا با کردن. کی پیش بعد برید بعد تصمیم تصمیم میگیرید میگیرید که که حالا با با کدام کی پیش دانشگاه مثلا برید. شما بعد میتونید تصمیم که میگیرید که با پیش کدام برید. دانشگاه مثلا شما میتونید که پیش برید. ببخشید. خب نمیفهم تا کدام قسمت صحبت خب داشتیم نمیفهم تا کدام قسمت صحبت داشتیم. بحث ارل دیسیژن را درباره‌اش صحبت کردیم بحث ارل دیسیژن را حالا ادامه درباره‌اش می‌دیم. صحبت کردیم. حالا به ادامه همین می‌دیم. شکل بحث ارلی اکشن هم وجود به همین داره و شکل یک بحث رگولر ارلی دیسیژن اکشن هم وجود که داره شما و وقتی رگولر وارد دیسیژن پروسه شوین که شما وقتی وارد پروسه شوین میتونین که با استفاده از مقاله‌ای که منابع در مثل یوتیوب اینترنت و هست راحت مقالهایی که در این اینترنت واژه‌ها را و هست راحت تفاوت‌هایشان همه را این واژه ها را و تفاوت‌هایشان را بفهمید. رولینگ ادمیشن یکی نوشته کرده در کامنت رولینگ کسی رقم ادمیشن هست. یکی رولینگ نوشته ادمیشن کرده قسمی در است کامنت که که چی رقم هست. همین از رولینگ اینکه ادمیشن اپلای قسمی بکنین است که
همین لحظه که اپلای بکنین ددلاین نداره رولینگ ادمیشن که چی وقت اپلای بکنید چی وقت مثلا اپلای میکنی یا همون لحظه بعد بررسی نتیجه میکنن اعلام بعد شود چند روز اپلای میکنی یا همون لحظه بررسی میکنن بعد چند روز بعد نتیجه میگیری به نحو رولینگ ادمیشن کدام قاعده من نیست که کدام تاریخ ددلاین است کدام اونا تاریخ براتون مثلا نتیجه را اعلان میکنن یعنی اونا می لحظه اپلای براتون میکنید نتیجه را اعلام میکنن یعنی می لحظه اپلای میکنید ترم پیشی رو هر ترمی که هست قبول کردن با اون ترم باید برید او اینم میگن رولینگ باعثی ادمیشن بود که شما باید در خب رابطه با اینم باعثی بود که شما باید در رابطه یک با نکته دیگر رو کاملا باید بگویم که میفهمیدین بعد از اینکه در داخل یک نکته دیگر رو پورتالتون باید مثلا بگویم که شما بعد از از اینکه در دانشگاه داخل پورتالتون درست مثلا شما از فعلا همه دانشگاه چیز قبول تهیه شد کردین کاملا درست تکمیل تا شد فعلا پورتال همه گرفتید. چیز تهیه در کردین پورتال کاملا تکمیل رفتید شد همه چیزی که پورتال را دانشگاه گرفتید خواست برشان در پورتال فرستادین رفتید و همه چیزی که دانشگاه روز خواست اعلام برشان نتایج فرستادین شد و بعد از روز اعلام اعلام نتایج نتایج شد و بعد از مثلا اعلام نتایج شما در 3 دانه دانشگاه مثلا قبول شدید 4 دانه شما دانشگاه در قبول 3 شدید دانه دانشگاه قبول شدید و 4 دانه دانشگاه قبولی با قبول بورسیه شدید هم هستن حالا باز میبینید و مثلا یک قبولی دانشگاه با براتون بورسیه بورسیه هم فول هستن داده حالا یک باز میبینید دانشگاه یک براتون دانشگاه بورسیه براتون نیمه بورسیه فول داده یک داده یک دانشگاه دانشگاه براتون شرایط هر بورسیه نیمه کدامشون داده فرق یک دانشگاه این که شرایط بعد هر چی کدامشون اتفاق فرق میفته داره برای جلسه این که بعدی بعد صحبت از اون چی می‌کنیم حالا اتفاق مثلا شما میفته فکر برای کنید جلسه قبول بعدی شدید صحبت میکنیم شما حالا اگر مثلا فقط شما خوشی فکر کنید قبولی قبول داشته شدید باشین باز ظاهرش بعد شما هم اگر صحبت فخوشی میکنیم که بعد از قبولی اینکه داشته مثلا شما باشین با قبول زوارش شدین بعد هم چی صحبت میکنیم فرمای که بعد هست از چی اینکه مثلا مسائل شما هست قبول که شدین چی باید فرمای هست چی تکمیل مسائل هست بکنین که که تا باید برین به تکمیل بکنین که سفارت مثلا تا برین درست به حالا یا شما فکر کنید که قبول شدید سفارت ما هم مثلا دهار بعد درست قبول شدیم حالا یا شما فکر کنید خب قبول شدیم ما هم ما بعد بریم قبول شدیم ما بریم به خب قسمت ما کامنت بریم ها ما کسایی که بریم به میخواید که قسمت سوال داشته باشین کامنت میتونن ها دست بالا بلند کسایی که کنن و میخواید کسایی که هم که سوال داشته نمیخواین باشین صحبت میتونن بکنن دست میشه که بالا بلند سوالای کنن و خود در کسایی هم که نمیخواین کامنت صحبت داشته بکنن باشن میشه که سوالای خود در کامنت داشته بانو باشن سومیتا بانو سومیتا سلام آقای فلک وقتتون بخیر. سلام آقای فلک بعض وقتتون پنجونا بخیر. میگن که میخواستم دمای جون و بعضی جولای پنتونا اینا میگن مثلا که ما میتونیم دمای اپلای جون و کنیم. جولای آیا اینا این صحت مثلا ما داره یا میتونیم خیر؟ اپلای کنیم. برین وبسایت شما آیا این ببینید صحت داره یا شما هر خیر؟ معلوماتی برین که وبسایت شما درباره هر ببینید دانشگاه مثلا شما به هر دست میارین معلوماتی که درباره هر بهترین دانشگاه منبع مثلا به وبسایت دست خودشون میارین هست برین وبسایت خودشون بهترین ببینید مثلا منبع دانشگاه ایکس وبسایت میگن خودشون که است برین وبسایت تا خودشون جولای هم ببینید مثلا قبول میکنن دانشگاه برین ایکس وارد میگن که تا تا جولای هم قبول میکن وبسایت برین دانشگاه وارد شویم قسمت ادمیشن برین قسمت وبسایت ددلاین رو دانشگاه ببینید شوین براتون قسمت واضح ادمیشن معلوم برین میشه قسمت ددلاین رو ببینید براتون واضح درسته معلوم و میشه این که مثلا اگه مشخص ما پشت درست یک است. و پانتون را این که مثلا بگیریم اگه و مشخص برش ما اپلای پشت کنیم یک این کار پانتون خوب را است یا بگیریم چندین و پانتون برش انتخاب اپلای کنیم کنیم و این بر کاری خوب کلش است یا چندین اپلیکیشن پانتون روان انتخاب کنیم کنیم و بر اختصار کلش اپلیکیشن روان بستگی کنیم داره اخسم. به این که بستگی داره شما به این که چند نمره توفل شما دارین چند نمره سیتی دارین چند چی نمره رقم یک توفل مقاله دارین نوشته چند کردین نمره سیتی و دارین چی رقم یک مقاله نوشته کردین مثلا و از نگاه اکادمیک چی رقم یک مثلا آدم هستین از نگاه اینا را اکادمیک با چی خودتان رقم یک آدم صادقانه هستین بسنجین اینا بعدی را تصمیم با رو بگیرید خودتان درست صادقانه بسنجین مثلا ما در بعدی یوتیوب تصمیم اینا رو بگیرید داریم تعداد درست زیادی از مثلا ما در دختر یوتیوب اینا پسرای داریم آمریکایی که تعداد فقط زیاد یک از دانشگاه دو دانشگاه را دختر اپلای پسرای کردن و قبول آمریکایی هم که شدن فقط رفتن یک دانشگاه دو درست دانشگاه را اپلای کردن و ایناله قبول هم شدن گپ دیگه است رفتن که شما درست من شخصا ایناله فکر گپ میکنم دیگه است که که شما برای من گزینه‌هایتان را شخصا فکر آزاد کنید میکنم چون که اگر یک برای دانشگاه کلی انرژی گزینه‌هایتان را وقت آزاد روی یک دانشگاه چون اگر بگذارید و یک هم دانشگاه قبول کلی نکنید فکر انرژی از یک وقت دوره روی کلا یک ماند دانشگاه بگذاره پس او هم بهتر قبول است نکنه کاملا فکر از یک خوبیش دوره نیست کلا شما مانده یک فرم که پس مثلا بهتر است تکمیل کاملا کردین خوبیش با نیست که کم شما یک تغییرات با فرم که تمام مثلا تکمیل با 20 کردین دانشگاه با میتونید کم تغییرات با بفرستین خوبیش تمام نیست که مثلا نیاز با 20 دانه دانشگاه دانه میتونین دانه در بفرستین هر خوبیش دانشگاه نیست که شما نیاز اپلای کنید دانه دانه مثلا دانه یک در قسمت هر کتابتون معرفی دانشگاه کردین شما و اپلای بکنید تکمیل شد مثلا بر یک کل قسمت دانشگاه کتابتون رو آنمو معرفی کردین فرستاده و میشه با یک تکمیل مقدار شد به کل تغییرات دانشگاه میفته به هر آنمو کدام از فرستاده میشه دانشگاه با یک مقدار من شخصا تغییرات میفته به طرفداری هر کدام هستم از که دانشگاه گزینه‌هایتان را باز من داشته باشید شخصا حتی من طرفداری هستم شخصا که طرفداری از گزینه‌هایتان این را هستم باز که داشته تنها باشین حتی آمریکا من را در شخصا در طرفداری از این هستم که تور تنها هدفتان آمریکا را نگیرید در دیگه کشورها در هم اوپن باشید تور باز باشید در هدفتان موردش نگیرید دیگه مثل کشورها هم اوپن باشید کشورهای باز باشید در اروپایی موردش مثلا مثل یا حتی کشورهای چین خیلی اروپایی مثل دانشگاه خوب مثلا داره ترکیه حتی چون چین بسیار خیلی خوب است دانشگاه خوب بخصوص برای داره چون دخترها که شما بسیار بین خوب است بخصوص برای مثلا دخترها که شما بین نداشتن هیچ دانشگاه و مثلا یک دانشگاه باید انتخاب نداشتن کنید. هیچ هر دانشگاه انتخاب و شما یک به دانشگاه باید مراتب بهتر انتخاب از بکنید از شرایط خاطر فعلی هر و انتخاب بچه ها شما هم به ما مراتب در بهتر از دانشگاه شرایط
خیلی یا صادق با باشیم بچه ها که هم چیزی خیلی ما خاص در نداریم دانشگاه که صادق باشیم بچه‌ها که بهش چیزی خیلی دلگرم خاص باشن. نداریم که از اون خاطر بچه ها بهش من شخصا دلگرم باشن. طرفداری هستم از اون خاطر که من شخصا باز به طرفداری قضیه هستم نگاه که بکنید خیلی باز به نهایت قضیه تلویزیون نگاه داشته بکنید باشید. و پس یعنی یک بدون ببخشید تلویزیون. نمی سوالا شدم یعنی یک پس یعنی یک ببخشید پرسونال نمی میشه که سوالا برای شدم چندین یعنی پانتون یک روان پرسونال کنید استیتمنت را بله، میشه که برای کاملا چندین فهمیدم. پانتون روان پرسونال کنید استیتمنت نوشته می‌کنید. بله کل کاملا مثلا با فهمیدم. 20 دانشگاه اون میتونی پرسونال اپلای استیتمنت کنید. نوشته میکنید در کل مثلا با 20 دانشگاه میتونی اپلای تشکر. بکنید در کانادا. خواهش میکنم.
درست است تشکر. خب کسای دیگه که سوال میخوان بپرسن میشه دستتون خب بالا بکنید کسای دیگه که و سوال گرنه میخواین میرم بپرسن کامنت میشه ها رو دستتون بالا بکنید و گرنه من میرم کامنت ها رو بخونم. دوباره بخونم. از سر بیایم. خب Can we من tell them دوباره از about سر our بیایم. درباره چوری و کارهای خانه صحبت کردیم. درباره چور یا بانو کارهای محمدی گفتن که خانه دوران صحبت مکتب انگلیسی کردیم. تدریس میکردن، بانو خیلی محمدی اکسترا گفتن که کریکولر دوران خوب مکتب هست انگلیسی تدریس میکردن، خیلی و اکسترا در تیم کریکولر ترانه خوب بوده هست و در بانو تیم ترانه نوزاد بوده. خیلی خوب است، خیلی خوب است. میشه دربارش بانو ببخشید که نوزاد کامن اپ خیلی خوب است، اکسترا خیلی خوب کریکولر است. میشه هست. دربارش میتونم ببخشید که باید کامن اپ توضیح بدم و اکسترا کریکولر هست. باید میتونم اونجا گزینه باید هست که شما توضیح میتونید کنم و توضیح باید بدید. من براتون توضیح گزینه هست که شما میتونید توضیح بدید و بان من براتون نظری میگه توضیح که میکنم is که this توضیح میشنش. mentorship بان related نظری to میگه school که is this students؟ mentorship related مشخصا to این school منتورشیپ students. ها قرار است برای اپلای کردن به مشخصا دانشگاه این ها منتورشیپ ها قرار است برای اپلای کردن به دانشگاه ها در سطح کسایی که لیسانس باشه. شنونده این پس یعنی منتورشیپ هستن اکثرا کسایی هستن که که از شنونده مکتب این فارغ شدن منتورشیپ هستن و اکثرا میخوان به کسایی هستن که از دوره مکتب لیسانس فارغ شدن چون در و میخواین به دوره لیسانس اپلای کنن، چون در رابطه با دوره ماستری من معلومات عمومی دارم ولی در معلومات طول عمومی پروسه دارم ولی در بانو طول محمدی میگه پروسه دو ندارم. یونیورسیتیز اکسپت تافل هومدیشن بانو محمدی میگه دو یونیورسیتیز اکسپت تافل هومدیشن بله تافل هومدیشن هم قبول میکنن ولی من براتون پیشنهاد نمیکنم، چون عین پول بیازی میکنین بهتر است که در تستنتر باشه، چون هومدیشن به نحو اعتبارش تستنتر کرده آمده پایین در این 2 سال گذشته. به خاطر نیاز نیست خودتان در یک قالب مشکوک بندازید. خب بهتر امور در یک تستنتر بتین و معتبر باشید. بجز خب کامن اپ بانو فولادی پرسیدن بجز کامن اپ اپلیکیشن دیگه هم هست به نام یک کولیشن اپلیکیشن دیگه هم هست به نام کولیشن. ولی تقریبا چیز شبیه کامن اپ هست. مازش استفاده نکردیم ولی تقریبا چیز شبیه کامن اپ هست. اگر میخواین به 40 تا دانشگاه اپلای بکنید میشه 20 تا شده کامن اپ اپلای بکنید 20 تاشون در کولیشن. یک تعداد دانشگاه در کولیشن اپ هستند، در کامن اپ نیستند. بعضیش هستند در کامن اپ هستند، در کولیشن اپ نیستند. یک سری از این تفاوت‌ها وجود داره. بانو فرشتن این پرسیدن که اگر از امریکن یونیورسیتی ادمیشن گرفته بتانیم با پارشل اسکالرشپ بقیه کاست من قبل از اینکه سوال جواب بدم میخوایم از شما یک خواهش میکنم. من قبل از اینکه سوال جواب بدم میخوایم از شما یک خواهش میکنم قشنگ یا مکمل فارسی نوشته بکنین یا مکمل انگلیسی نوشته بکنین. فارسی با الفبای انگلیسی کمی دشوار بله است. از یک دانشگاه آمریکایی اگر اپلیکیشن خب ادمیشن گرفته بله از یک باشین دانشگاه آمریکایی اگر اپلیکیشن ادمیشن گرفته باشین و دیگه برای بورسیه قسمت شبرتون داده باشد دیگه برای فان ولی اگر شما بتونید مثلا کدام سازمانی را نمیشناسم، ولی اگر کمک شما بتونید بکنید مثلا سازمانی را پیدا طبعا بکنید میتونید که که شما را کمک پروسه بکنه را پیش بقیه برید. ولی اگر پیدا طبعا نکنید، میتونید که پروسه را پیش برید، ولی اگر پیدا نکنید دشوار است، واقعا دشوار است. چون من در همچین شرایطی خودم در سال 2023 بودم، یک دانشگاه برای میامی یونیورسیتی و من حدود $25,000 بورسیه داده بود و هنوزم از من $40,000 دیگه میخواست. من هر چقدر نتونستم پیدا بکنم سازمانی یا نهادی یا کسی که اون هزینه را بپردازه و همون دلیل ماند. خب بانو فرشته نیم پرسیدن که همزمان به یک اپلیکیشن چطور به چندین یونیورسیتی اپلای کنیم through common app. بله میشه از طریق یک اپلیکیشن که همون اپلیکیشن بله میشه از طریق یک اپلیکیشن که همون اپلیکیشن کامن اپ هست. شما راحت به تمام دانشگاه اپلای کنید. شما کامن اپ دانلود کنید، یک قسمت برای معرفی خودتون داره، یک قسمت برای انتخاب دانشگاه ها داره و میتونید خیلی خوب ازش بله کامن اپ تقریبا فقط به دانشگاه آمریکایی است. بله کامن اپ تقریبا فقط به دانشگاه آمریکایی است. من ندیدم ولی فکر کنم یکی دو دانه دانشگاه خارج از آمریکا هم داره ولی مشخصا ندارم. بانو فرشته دوباره گفتن که تافل will be expired. بله تافل که امتحان میکنید 2 سال بعد اکسپایر میشه. پس اگر تافل ندادین بهتر است که مقدار آمادگی بدین در نزدیکای اپلای کردن امتحان بتین یا اگر قبلا امتحان دادین دیگه شاید مثلا اگر 2 سال بگذره اکسپایر میشه. سوال دیگه میگه که شما میتوانید به دو دانشگاه سوال دیگه میگه که شما میتوانید به دو دانشگاه ار دیسیژن و ار دیسیژن دو اپلای بکنید. اگر فاند خوب برایت نداده باشه میتونی باز هم ویدراول بکنی. بله اگر فاند خوب نداده باشه و بگی که مثلا من بخشش داده نمیتونم، اگر فول فاند میدی که من بیایم دانشگاه شما، اگر نمیشه میتونی ویدراول کنی، مشکل نداره.
رولینگ ادمیشن هم درباره‌اش صحبت کردیم. همزمان به چندین پانتون اپلای میشه یا یک همزمان به چندین پانتون اپلای با اپلیکیشن کامرب میتونین به 20 تا دانشگاه با اپلیکیشن کامرب میتونین به 20 تا دانشگاه اپلای بکنین همزمان. ما سوال بانو نرگس هم نفهمیدم. سوال بانو نرگس هم نفهمیدم. بانو نرگس آی مسئول چی میتونین است؟ درسته سال متوجه شدم ببخشید. آی 20 چی است؟ درسته سال آی متوجه 20 شدم. مرحله بعدی است. در هفته آینده روش بیشتر آی 20 مرحله بعدی است. در هفته آینده روش بیشتر صحبت می‌کنیم. بعد از اینکه مثلا دانشگاه شما را قبول کرد، شما دانشگاه را قبول کردین، این پیوند نیک صورت گرفت و با هم جور آمدین، همه چی اوکی شد، بعد اونا به شما آی 20 میفرستن و در داخل آی 20 فرم ویزیتیشن که از خانم آی 20 شما تکمیل کرده با خود میگیرین میرین به سفارت برای مسافرت. با نظری گفتن که تمام اسکالرشیپ های با نظری گفتن که تمام اسکالرشیپ من های معلومات خاص آمریکا دیگه رابطه بند ندارم که نشده. بند شده باشه ولی من معلومات خاص دیگه رابطه ندارم که بند شده باشه، ولی در هیچ دوره دانشگاه‌های آمریکایی بورسیه خودشان را بند نکردند. دانشگاه همیشه بر روی تمام دانشجوی دانشگاه بین‌المللی همیشه باز دانشگاه همیشه بر روی تمام دانشجوی از بین‌المللی سهیلا همیشه رحمانی باز. هم پرسیده بعد قبولی و تحویل دادن سهیلا رحمانی هم پرسیده بعد قبولی و تحویل دادن دیپوزیت بعد دانشگاه فرم آی 20 میدهد که این برای ویزا کار است. بعضی‌ها حتما به 50 دانشگاه ثبت نام فکر کنم این می‌کنند. جواب برای یک از سوالایی بود که در طول فکر کنم این جواب برای یک از سوالایی بود که در طول سمینار پرسیده شده بود. ممنون از شما. کامنت دیگه هم هست. We made a vacuum cleaner from scratch in 11th group. It is a good thing. Yes, it's a very good thing. Miss Baloch, it's an awesome thing. So if you still have that vacuum, so you can record a video talking about that vacuum. Say, for example, I have made this vacuum, I have made it this way, we have used materials, it's like effective, it functions this way, and all other stuff. Just explain about it, and Sure, we don't have yeah, that you also have a because it is certificate in of the that. school That's chart. awesome. You can We video don't have about it because it is in the school chart for an error. I think it is in the school and the school won't let us to go there. But we have the certificate. Is it still good or not? The certificate is still good. You can use that, but still, if you can find any connections to go to the school and get it, it's gonna be awesome. If it's not working, you can steal it from school. Just do it, okay? Because I'm sure it's not beneficial for the school as much as it's beneficial for you. So that's a good thing. That's a good thing. بارو نوزاد پرسیدن که ما در بورسیه الان نمیفهمی چی است. من نمیتونم دقیقاً قسمت ببینم، نمیدونم چرا که بعد دختران افغان داده بود ثبت نام کردم اما مدرک نداشتم که بعد دختران افغان داده بود ثبت نام کردم اما مدرک نداشتم. وقتی براشون ایمیل فرستادم گفتن که ما در پروگرام آکادمیک انگلیسی ما میپذیریم، اما بعد از چندین بار نوتیس آمد که مدرک میخواست و تقریبا 1.5 ماه میشه که هیچ ایمیل دریافت نکردیم. یعنی امکانش هست بدون مدرک قبول نکردن. اگر در جلسه هستین مقدار در رابطه با نوزاد هستین، اگر در جلسه هستین مقدار در رابطه با همین سوالتون به من توضیحات بدین. کدام بورسیه بوده و مثلا شما چه شرایطی کدام بورسیه بوده و مثلا شما چه شرایطی داشتین؟ بدون مدرک مکتب اکثرا پذیرفتنی نیست مقصد. حالا اگر شما میخواین درباره سوال بیشتر توضیح بدین خوشحال میشم. بله من هستم. به مدرک شهادتنامه و بعد شهادتنامه و بعد دیگر کمیونیتی چندین بار بچه نمیدارم و گفتن که ما میتونیم چرا بسازیم، ولی بعد از اون چند بار میدارم که مثلا مدرک شما و میخواستم بگه چون مدرک زبان نداشتیم جواب هم بچه ندادم. والا به احتمال زیاد رد کرده باشیم چون اونا وقت مدرک زبان خواسته والا به احتمال زیاد رد کرده باشیم چون اونا وقت مدرک زبان خواسته باشن بدون مدرک زبان نمیپذیرن. بدون مدرک زبان نمیپذیرن. درست طلبه باشن که میداده بودم گفتم مدرک زبان ندارم فعلا. اونا گفتن که میتونیم قبول کنیم در اون پروگرامایی که فکر میکنم بعضی وقتا شرایط داره که وقتی که رسیدی در کشور مکتب
اونجا بعض پروگرام ها براتون ایجاد میکنه میدن و بقیه توضیح به ما ایمیل دادن ولی فکر میکنم خوب است که ایمیل دادین. اگر تا باز ایمیل تان جواب ندادن خوب است که ایمیل دادین. اگر تا باز ایمیل تان جواب ندادن، بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید که دوباره براشون ایمیل بدین، واضح موضوع رو بگید که مثلا ببینید زمان درباره نداریم، صحت چی یا عدم پیشنهاد صحت میکنین، هر چی معلومات میخواین. در مورد هر ببینید دانشگاهی درباره بهترین صحت یا منبعی عدم است که صحت برید به هر دانشگاه معلومات و در داخل مورد هر وبسایت گوش بدین که دانشگاهی همون گپ‌های بهترین درست است یا منبعی نیست. است که برید به اگر در دانشگاه داخل و داخل وبسایت وبسایت نوشته ببینید که است همون گپ‌های درست است یا نیست. ایمیل اگر در آدرس داخل وبسایت ادمیشن نوشته نیست، آفیسر یا حتما قسمت یعنی ایمیل آدرس از ایمیل دانشگاه آدرس زیاد است از ادمیشن خود ادمیشن آفیسر یا دانشگاه. قسمت ایمیل کنین و این اکثر ایمیل خیلی آدرس از سریع دانشگاه براتون زیاد جواب است از خود می‌ده. یعنی ادمیشن دانشگاه. به ایمیل جای کنین از و اکثر اینکه خیلی به سریع براتون شایعات جواب کل میده. یعنی اینترنت یا به جای از نگران اینکه باشید به شایعات بهترین راه است که کل مستقیم به اینترنت دانشگاه یا مثلا نگران باشید، بهترین راهی است که مستقیم به بانو نعیم دانشگاه پرسیده که نه این پرسش نیست گفتم آه، من هم از بانو مایامی نعیم قبول پرسیده گرفته که بودم. نه این پرسش نیست، گفتم من هم از میامی قبول گرفته بودم. بخش اصلا قتل وصل شد من نفهمیدم. خب ببخشید بانو محمدی خط گفتن خط استاد وصلش من بعضی نفهمیدم. دانشگاه خب مثلا دانشگاه کانادا که بانو مدیدم به جای محمدی سند گفتن زبان استاد میتونی بعض انگلیش دانشگاه مثلا ترانزیت دانشگاه کانادا که ترانزیشن مدیدم به جای پروگرام سند بگیری زبان شما میتونی معلومات دارین انگلیش در موردش نه متاسفانه در ترانزیشن رابطه با پروگرام این بگیری، شما معلومات دارین در موردش. معلومات نه ندارم متاسفانه در اما رابطه با شاید یک انگلیش پروگرام باشه ترانزیشن که پروگرام مثلا معلومات به شما ندارم، اول انگلیسی اما درس بده شاید بعد یک شما رو پروگرام وارد باشه دانشگاه که بسازه. چون من مثلا در به شما دانشگاه اول انگلیسی درس پیوپال بده بعد دانشگاه شما رو آنلاین وارد دانشگاه بسازه. چون من در دانشگاه پیوپال دانشگاه آنلاین آمریکایی درس بانو میخونم و رحیمی او میگن تو همین دانشگاه یک برنامه را داره. بانو رحیمی میگن تو دانشگاه منظور ما یک برنامه بود قبل از ورود آنلاین بود یا دانشگاه آنلاین بود یا حضوری؟ شامل آنلاین بود یا آنلاین بود یا حضوری؟ ما کانتون نیویورک حضوری است اما اصلا که پروگرام بودن حضوری یعنی قبل از درسته اینکه شروع کنیم خب اینا رو باید با دانشگاه گپ بزنین که آیا وقتی شما قرار است بیاین اونجا خب حضوری اینا رو باید انگلیسی با اول دانشگاه بخونین گپ بعد بزنین برین که آیا دانشگاه این وقتی مسائل شما کی قرار قرار است است بیاین اونجا شما حضوری باید انگلیسی بتونین یا اول دانشگاه بخونین بعد اگر برین دانشگاه، دانشگاه این مسائل مسائل کی شما قرار را است میتک شما باید بتونین یا دانشگاه؟ خیلی اگر خوب دانشگاه وگرنه مسائل که شما را خب با میتک مصرف شما بیاین شخصی اونجا راحت بخونین درس میتونین بخونین که خیلی خوب است، وگرنه که محمدی با مصرف شخصی راحت میتونین برید. بانو محمدی سلام استاد وقتتان بخیر. من میخواستم بانو امیر رو محمدی بپرسم من امشب دماغ بعض دانشگاه ها تحقیق کردم از جمله دانشگاه تورنتو دانشگاه یورک کانادا بود که همه تکست گفتن به جای سند زبان میتونی انگلیش ترانزیشن پروگرام بگیری. فکر کنم حضوریه میرین در اونجا و بعض جلساتش آنلاین است و بعضیش هم حضوری است و حتی بعضیش قسمی بود که در جریان یک سال شما میتونن دانشگاه خود ادامه بدین و هم این پروگرام رو دنبال بکنین. خیلی برنامه خوبی بود به خاطر گفتم شما اگر در مورد هزینه ها و اینش معلومات داشته باشین از من بپرسیم. نه متاسفانه معلومات لازم را ندارم از اینترنت میشه استفاده نه بکنیم به خاطر متاسفانه معلومات معلومات این لازم رابطه را ولی ندارم، از اینترنت شاید میشه استفاده بکنیم به تا جایی که خاطر من میفهمم معلومات اکثر در از این اینا رابطه، ولی قسمی است که شاید هزینهش شاگرد خودش تا جایی که میده من میفهمم اکثر از اینا هزینهش خودشان قسمی است میده که و هزینهش این شاگرد خودش بالا میده. اگر تواناییش داشته باشین که خوبه هزینهش ولی نداشته خودشان باشین میده و سخت این بالا اگر تواناییش داشته باشین که خوبه، ولی نداشته باشین سخت. آره و پروگرام یک سالشان هزینهش خب 3400 دلار بود فکر کنم. درست اینا مثلا شما وقتی با او هزینه خودتان میرین باید درست حالا اینا رو بستگی مثلا شما ببینید وقتی با او وقتی هزینه شما خودتان یک میرین دانشجوی باید بین‌المللی حالا میرین بستگی چند ببینید چیز وقتی مهم شما است وقتی که باعث شما یک اونجا قرار است دانشجوی که وقت بین المللی زندگی میرین میکنین چند چیز خوابگاه و مهم غذای است. شما یکی رعایت شما اونجا خودتان قرار قرار است است که وقت پولش بدین زندگی یا میکنین دانشگاه خوابگاه و غذای پروگرامی که شما درس رعایت میخواین خودتان خودتان قرار است قرار است پولش پولش بدین بدین یا یا دانشگاه. دانشگاه اگر همه هزینه‌ها رو قرار پروگرامی است که که درس شما میخواین پول خودتان بدین قرار است پول باید یک بدین یا استیتمنت دانشگاه. بانکی اگر همه هزینه‌ها معتبر رو و قرار است که درست داشته شما پول باشید که در بدین داخلش باید یک استیتمنت اون بانکی مقدار پولی که معتبر و نیاز درست هست داشته باشید که باشه در تا بس داخلش فقط شما بگوین اون که من مقدار این پولی که مقدار پول نیاز دارم هست و باشه شما تا مثلا بس اجازه فقط بده شما که بگوین شما که از او من این استفاده مقدار کنید پول دارم و به شما مثلا اجازه بده که شما از او استفاده کنید و برید. ها درست است تشکر. خواهش میکنم خب با رحیمی گفته دو دانشگاه مهمی است بله مردوش اپلای خواهش کرده بودم میکنم. آنوی که در وان رحیمی اوهایو گفته دو هست دانشگاه مهمی است. ازش بله چنان خاطری مردوش خوش اپلای کرده ندارم بودم آنوی که چون در اونا از ما اوهایو است. میخواستن که ازش بگیرین چندان خاطری خوش ترانسکریپت ندارم، مکتب آمریکا چون اونا از ما میخواستن که افغانستانی خودت بگیرین را ترانسکریپت تبدیل بکنه به مکتب سیستم آمریکا آمریکایی و من لینک افغانستانی وبسایت خودت تو را سازمان تبدیل کنه به فرستاده سیستم به اون سازمان آمریکایی باید و برای پول من میدادی لینک تا وبسایت تو ترانسکریپت را سازمان میگرفت تبدیل فرستادم میکرد به به اون سیستم سازمان باید آمریکایی که پول واقعا میدادی تا به نظر ترانسکریپت را من میگرفت تبدیل جالب میکرد به تمام سیستم نمیشه تو آمریکایی. مجبور بودی واقعا حدود به 300 نظر 400 من الی 500 جالب دلار تمام نمیشه. میدادی تو تا مجبور فقط بودی حدود ترانسکریپت تبدیل 300 شود 400 بعد از اون الی تضمین 500 به دلار وجود نداشت که میدادی مثلا تا فقط قبول ترانسکریپت میشی رد تبدیل میشی از شود. خود بعد از منم اون نیمه تضمینی به وجود نداشت اوهایو که نیمه
قبول میشی رد میشی از اون خاطر من در اون نیما نه ببخشید. در اوهایی در اوهایو نیما من ولی قبول اونی شده که من بودم. قبول شده بودم در نه ببخشید فلوریدا که در هست اوهایو من خودش، قبول شده که بودم برند در اورنج داره، فلوریدا که یو هست میامی خودش.
یک برند نارنجی داره، کمی سیستمش یو میامی. او کسی که از باز مکتب کمی آمریکایی فارغ سیستمش شده فرق باشه شانس می‌کنه. قبولیش خوب است. بله خیلی خوب. کسی که از مکتب آمریکایی فارغ شده باشه شانس مکتب قبولش آمریکایی خوب است. بله فارغ. خیلی خوب سوال است. من است که کسی که از خیلی مکتب خوب است. آمریکایی فارغ از شده مکتب خب چی آمریکایی می‌کنه در غالب افغانستان؟ سوال من است که کسی که از مکتب بار آمریکایی رحیمی فارغ شده خب چی میکنه در افغانستان؟ مثلا اگه مکتب حضوری بار آمریکایی رحیمی فارغ شده خب چی میکنه مثلا افغانستان؟ اگه مکتب خب حضوری آنلاین آمریکایی خوبه. فارغ شده آنلاین خب چی خوب میکنه است. افغانستان؟ خب یعنی آنلاین خوبه شانس خوبه قبول آنلاین بهتر است. خوب است بیشتر خوب است است. ولی باز هم این یعنی سیتی باید شانس امتحان بدین قبولتان تا بهتر است بیشتر نمیدونم است توفل ولی یک باز هم قسمت سیتی برای باید ویدیو امتحان داره بدین یعنی توفل معافیت داره و نمیدونم توفل یک میتونی قسمت مثلا برای کسی که ویدیو 3 سال داره درس یعنی خونده معافیت انگلیسی داره خونده و باشه میتونی هیچ مثلا توفل کسی که نیاز 3 نداره سال ولی بعد درس شما خونده خودتون انگلیسی بررسی خونده بکنید باشه نظر به حالات هیچ شخصی توفل نیاز نداره ولی ولی بعد شما خودتون بله شانسش بررسی بهتر بکنید است نظر به حالات شخصی شانسش بیشتر است ولی بله شانسش بهتر فرشته است نعیم گفته که شانسش بیشتر است من زیاد یونی فرشته ادمیشن نعیم گفته گرفتیم که ما اما زیاد پارشل یونی اسکالرشپ ادمیشن هست گرفتیم فولی نمیدن اما شاید پارشل اصلا اسکالرشپ اول هست بر من فولی خواندن نمیدن متنشون بسیار سخت بود شاید دقت از اصلا متن اول سخت شما بر من خواندن متن شما بسیار سخت بود والا بیشتر از اصلا متن سخت تعداد زیادی شما از دانشگاه هم میرفتم یعنی والا اصلا تعداد زیاد از قبولی دانشگاه هم میتن میرفتم بورسیه نیمه میتن یعنی به نظر خودشون بورسیه زیاد دادن قبولی واقعا هم بورسیه میتن زیاد میدن بورسیه مثلا نیمه 20000 میتن به 30000 نظر بورسیه خودشون میدن بورسیه زیاد دادن ولی واقعا باز هم اینو بورسیه درک زیاد میدن نمیکنن مثلا که 20000 برای 30000 بورسیه خانواده‌های میدن متوسط ولی باز اینو افغانستان درک ولو نمیکنن که پرداخت برای 5000 دلار یا خانواده‌های 1000 متوسط دلار سخت است افغانستان ولو و پرداخت 5000 دلار حالا یا فکر 1000 کنید دلار دیگه سخت است از او خاطر و بهترین راه برای همچین حالا شرایطی فکر ای است کنیم که دیگه شما کدام سازمان از رو او پیدا خاطر بکنید که به بهترین راه شما برای همچین همکاری شرایطی ای مالی است که انجام شما بده یا کدام هم اگر سازمانی رو افراد پیدا دوستی که بکنید در که به آمریکا شما دارین همکاری اونا مالی یا انجام بده آشنایی یا که هم آمریکا اگر دارن سفارت اونا وجود به در نحو شما آمریکا را دارین کمک اونا کنن دیگر من کدام آشنایی راهی که را در آمریکا دارین نمیشناسم اونا به نحو شما را نیو کمک هیون کنن دیگر من کدام یونیورسیتی راهی را بهشت نمیشناسم نو چه نام زیبایی داره نیو هیون خب نمیفهمم یونیورسیتی بهشت نو دانشگاه چه چی نام است زیبایی داره خب نمیفهمم دانشگاه خوبی شاید باشه دانشگاه چی است و درست دارم دانشگاه مشکل خوبی نیست شاید باشه خب و اینم بود بحثی که درست در این جلسه دارم تو داشتیم مشکل نیست بازم سوال اگر خب شما اینم بود در بحثی واتساپ که گروپ در این بپرسید. جلسه داشتیم ادامه بازم بحث سوال ها اگر در بود شما میشه در جلسه واتساپ بعدی می گروپ داشته باشیم بپرسین ادامه باید بحث ها در جلسه بعدی در درباره جلسه نیت بعدی بلایند می و داشته نیت باشیم صحبت بکنیم باید در با اینکه جلسه بعد بعدی از درباره نیت پورتال بلایند و چیت نیت فافای اویر میفته صحبت و بکنیم بعد به همین شکل در من رابطه شما با را اینکه بعد تا از دروازه پورتال چیت سفارت فافای میبرم معلومات میفته داده و بعد به همین بعد شکل از من شما دروازه را تا سفارت دیگه دروازه خدا سفارت میکنه میبرم شما معلومات داده و بعد از او بعد باز از دروازه میبینیم کسایی سفارت که دیگه واقعا خدا پروسه را میفهمه شروع شما کردن بعد باز میشه و که بعد از او باز یک به یک میبینیم با هر کسایی که کدام واقعا شما پروسه را شروع همکاری کردن بکنیم بعد باز میشه و که بانو محمدی یک چیزی به یک میخواین با هر بپرسید کدام شما همکاری بکنیم بانو محمدی چیزی میخواین رئیس بپرسین؟ سوال من همین بود که این پروگرام یعنی قرار دقیقاً در چه قسمت ما را همکاری کنه قرار است که کدام بورسیه جدید اینجا هم معرفی شود یا مثلا با کدام نهاد هم همکاری دارن که بتونن قسمت هزینه های اینا همکاری کنن برای کسایی که عضو هستند اینجا و اینکه یا اینکه فقط معلومات میتن واسین سازمان بزرگی هست و ما آشنایی واسین نزدیکی با سازمان بالارستم بزرگی دارم هست و ما آشنایی در نزدیک با قسمت بالارستم دارم یک سر از سوالات که شما پرسیدین که در آیا با کدام قسمت سازمان دیگه در ارتباط یک هست سر از سازمان سوالات که شما واسین و یا پرسیدین قرار که است آیا با همکاری کدام خاص به سازمان شما دیگه در انجام بدم ارتباط من چیزی هست گفته سازمان نمیتونم شاید واسین و آقای یا قرار است صالحی یا همکاری خاصی بالارستم به شما خودشون انجام بدم چیزی به من شما چیزی گفته بگن نمیتونم شاید ولی من آقای قسمت در صالحی یا جلسه بالارستم اولم خودشون گفتم چیزی به شما که بگن من دوبار به ولی دانشگاه من قسمت آمریکایی در اپلای جلسه کردم بار اولم دومش گفتم اصلا قبول شدم که من دوبار رفتم به به دانشگاه سفارت و آمریکایی اپلای کردم بار متاسفانه دومش از اصلا قبول سفارت شدم ویزی من رد رفتم به شد سفارت و و من فعلا متاسفانه افغانستان از هستم سفارت ویزی من و رد شد ما تا و پروسه من فعلا سفارت افغانستان تمام هستم معلومات لازم را و دارم من تا پروسه مراحل را که سفارت باید طی تمام شود معلومات لازم را میتونم دارم تمام همکاریتان بکنم مشخصا مراحل را بخش که باید تافل طی میتونم شود شما را همکاری بکنم میتونم چون من همکاریتان بکنم مدرس مشخصا در تافل بخش هستم تافل و میتونم حساب شما را میشه که تافل همکاری تدریس بکنم چون میکنم من آمادگی تافل را مدرس بوده تافل هستم و و در این حساب میشه قسمت که ها در تافل قسمت تدریس میکنم پرسونال آمادگی تافل استیتمنت را نوشتن بوده هم میتونم و همکاری در این لازم قسمت را ها و در انجام قسمت بدم و در حد پرسونال استیتمنت نوشتن معلومات هم خواهد میتونم همکاری و لازم براتون انجام بدم ولی در حالا حد با معلومات خواهد درخواست بود بازرستم و مخصوصا همکاری بکنم با حالا کسایی که در با این پروسه درخواست منتورشیپ هستن با اون بازرستم مخصوصا معلوماتی همکاری که بکنم با کسایی که نیاز در هست رو ما این شما پروسه شریک بسیمی منتورشیپ که هستن با اون واسین با کدام معلوماتی سازمان
که نیاز هست که با شما شریک است. اینی که واسین با کدام و در کاربر رابطه دیگر با ارتباط اینکه هست یا نیز اون رو با رستم بر شما خواهد بورسیه گفت قرار است معرفی و بکنیم. در رابطه با ما تو اینکه بورسیه خاصی کدام برای بورسیه را آمریکا قرار است معرفی نمی‌شناسیم. بکنیم. آمریکا او رقم ما نیست. تو بورسیه مثل خاصی برای ترکیه آمریکا برای نمیشناسیم. 5000 اکثر آمریکا او رقم نیست. مثل میلده مثل ترکیه و بگه 5000 بورسیه تمام شما شما که گپ اینجا هستن همین لحظه پیشنهاد میکنم 5000 بورسیه ترکیه وجود داره و ما به تمام
تمام شما که او رقم یک سیستم آمریکا اکثرا ندارد. دانشگاه‌های آمریکایی خودش او رقم یک سیستم آمریکا اکثرا ندارد. دانشگاه‌های آمریکایی خودش قدرتمند است. 6.5 میلیارد یعنی دانشگاهی که شما تصویرش می‌بینید 6.5 میلیارد بیش از 6.5 میلیارد دلار ارزش دارد. کمپانی‌های میلیارد دلاری این دانشگاه ارزش به اندازه یک کمپانی‌های میلیارد دلاری این دانشگاه ارزش دارد. خودشان اون ثروت لازم را دارند که دانشجویان را حمایت با دانشگاه با او خاطر اکثرا ارتباط شما مستقیم با دانشگاه است. دانشگاه تصمیم می‌گیرد به شما بورسیت بده، ولی بازم نهادهای دولتی اینا و می‌بینیم مرتبط با دولت و نهادهای دولتی شما نیست، ولی بازم نهادهای دولتی اینا و نهادهای مختلف هست. نه مک قرار نیست کدام میتونید بورسیه پیدا خاصی را کنید مثل و بورسیه نه ترکیه اگر باشه. مک قرار نیست کدام فقط در حد بورسیه خاصی را معلومات مثل و بورسیه ترکیه اگر باشه به شما معرفی بکنم. یک فقط در سوال دیگه حد اینجا معلومات داریم و که همکاری خواهد بود از من. یک سوال دیگه هم اینجا داریم که بانو فرشته میگه میشه مشکل مرا به اونا شیر کنین اگر بانو فرشته میگه میشه مشکل مرا به اونا شیر کنین. خوب است شما میشه در واتساپ یک پیام بگذارین در واتساپ گروپ بانو رستم هستم. خوب است شما میشه در یک واتساپ بار یک باشون پیام صحبت بگذارین در واتساپ گروپ بانو رستم هستن. یک یا بار نه؟ همراهشون ولی صحبت بهترین جا برای شما نمی‌دونم اینترنت است. کدام برین سازمان در ارتباط بانو هستن یا فرشته نه. در اینترنت ولی بهترین جا برای تحقیق شما کنید اینترنت درباره است. برین کدام سازمان ها بانو وجود دارد، فرشته چی در رقم اینترنت هست و تحقیق چی کنید رقم درباره است. سازمان‌های کدام خیریه سازمان ها زیاد وجود دارد، اگه چی بتونید رقم کدام هست سازمان و رو پیدا بکنید چی رقم که شما مثلا بورسیه سازمان بده. های خیریه زیاد وجود دارد. اگه چانس بتونید خوب کدام بود. سازمان رو پیدا بکنید می‌تونن که شما پیدا بورسیه بده. خب اینم بود بحث این جلسه ما. امیدوار هستم که خب اینم بود بحث تمام شده باشه. این جلسه ما. بقیه امیدوار بحث‌ها را هستم جلسه که بعدی مفید داشته باشیم و تمام اگر شده سوالی هم باشه. هست شما میتونید در بقیه واتساپ بحث ها را جلسه بعدی وقت می داشته شما باشیم خوش. و اگر سوالی هم هست شما میتونید که در واتساپ بپرسید. وقت شما خوش.